خروس و کبک و بلبل و کبوتر. با وجود غم و فشار هر روزه، ساکنان کابل حوصله دارند که به بازار بروند و برای تسکین دل خود پرنده انتخاب کنند. برای نفر این دلخوشی است برای دیگر تجارت و وسیله روزگذرانی. در میان مردم افغان خروس جنگ معمول است. برای این بهترین خروس ها را در شمال افغانستان پرورش میکنند که میلیون افغانی نرخ دارد. در برابر خروس جنگ افغان ها به کبک جنگ نیز توجه دارند. 60 سال شده که برم ما کبک باز هستم. در کابل هم اول در خطاب نام دارم، در کل افغانستان کل دنیا ما را میشناسند. اساساً این پرنده ها را در کوه ها می دارند و سپس در شرایط خانه پرورش میکنند و مشق میدهند. ولی در بازار افغانستان نوعهای نادر را نیز دیدن ممکن است که از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان آورده شدند. سال گذشته تعداد چنین پرنده های خارجی همگی چند دانه بود. این محبوب ترین شغل کلکسیونران اصیل است. معمولا مردم در کنار پرنده های زیبا مشکل روزگار را فراموش میکنند. در پی حمله های پیوسته جنگجویان در افغانستان بیشتر ساکنان آسیبی روانی دیدند. تکلیف حساب دارم. برای من خود دکتر تصفیه کرد که توی پرنده نگاه کن در خانه یا در بام. من میال 40 تا 50 تا کفتر خودم در بام دارم. اینمی که میرم دیگه هیچ چیزی در یاد من نیست. برای افراد مثل محمد ظاهر پرنده ها نه تنها وسیله سرگرمی بلکه چون عضو خانواده می شوند.